اوکی؟ اوکی. کنارت فو. بنده صبیح هستم، متولد بغداد، سنم 57 ساله و در عراق در سن 19 سال به زندان ابو غریب و رشید و مکافحه اجرام که مدت‌های طولانی که به سر بردیم و سال 2000 که عازم سوئد شدم. الان در سوئد. زندان 3 قسمت داره، نه یک قسمت زندان. یک برای که به قول معروف ظلم بشه، جریمه و فلان ظلم بشه. 2 برای که تأدیب بشه. 3 برای که دیگران این کار نکنن، یعنی تربیت بشه. سال 1900 تقریبا 78 بود. فقط این شد، یعنی به عنوان ظلم هر کسی که دکتر باشه، فلان باشه، مثلا روانشناس فکری باشه یا دموکرات بخواد، اینا ممنوع. برای اینکه ما جوان بودیم به سن تقریبا 18 سال، فهمیستیم که انسان حق داره حرف بزنه، چیزی بگه. دیدیم نه، ممنوعه. برای اینکه ما زندانی شدیم، چه که حق میخواستیم و حقوق میخواستیم، یعنی برای عدالت و حقوق، که اینا ما رو زندان کردن و میلیون ها مثل من، اینا به قول معروف در عراق در زندان ابو غریب. انسان حق داره اعتراض کنه، چیزی بگه، فلان، یعنی تعبیر کنه. اونجا ممنوع بود. 2 برای که تأدیب بشه. اولش سخته، یعنی وصفش فکر کنم بعد میشه تخیل. این اولش، بعد ما میگم من بعد. خب آره، انباری بود که کیسه میزدن تو سرمون. بعد ما وقتی میرفتیم پایین حساب میکردیم، 1 2 3 تقریبا 12-13 پله بود. بعد اتاق تقریبا به قدر این بود، پنجره نداشت، فقط در داشت. از درش یه پنجره کوچولو بسته بود، یعنی این فقط غذا چیزی یا به ما چیزی میگفتن. درش هم آهنی بود، مثل در انباری چجوریه پایین، آهنی محکم. بعد ما وقتی که اونجا بودیم، هر یکی از اون یک میترسید، یعنی همه ما ساکت بودیم و هیچ سوال نمی کردیم، میترسیدیم از هم دیگه. زدنشون خب مثلا 2 نفر دعوا بکنن مثلا نمیزنن، زدنشون محکمه، یعنی به جاهای تأثیر کنه، مثلا به کمر، به قلم‌های پا، قلم‌های دست. بعد از زدن دستو میبندن به بالا که به سر انگشت پا باید وایسی، یعنی نه به همه پا. یکی از شکنجهشون بود که از لحاظ روانی صدا میداد. از کجا میومد صدا نمیدونیم، فقط صدا میشنفتیم، صدای یه نفر داره شکنجهش میکنن. اینا خب حساب میکردن که در شکنجه میتونن از ما یه چیزی به قول معروف بگیم، ولی شکنجه که انجام میدادن فکر میکردن و حقیقتش هم این بود که ما بعد از مدت دیگه تمومیم، یعنی سقطیم، نه پا نه فلان. ولی خداوند خیلی به ما کمک میکرد که عادی موندیم، یعنی خودشون هم تعجب میکنن. مثلا ما وقتی که بودیم تحمل میکردیم این
زندان رو، این شکنجه یه امیدی بود برای تحمل. عرض کردم من بعدشون خودکشی کردن، بعدشون دیوانه شدن، یعنی از کنترل رفتن. چرا؟ چون امید نداشتن. سه، برای که دیگران این کار نکنن، یعنی تربیت بشه. مردم خب به چشم اینه که گفتیم، به چشم که دولت میبینه. مثلا هر کسی که زندان شد و اینا به عنوان یه مجرمه، یعنی یه عنوان مجرم داره که وقتی که میاد بیرون مردم به همین نگاه کنن، حتی اگر بدونن این هیچ یکی از مشکلاتی که اونجا در زندان بود و همه یعنی ملت عراق اینا میدونن، دخترهای جوان که هم میوردن به عنوان مظلوم مثل ما، به عنوان تهمت و اینا بهشون تجاوز میکردن و از زندان بعد از مثلا 3 سال 4 سال با 2 تا بچه میرفتن بیرون. انسان خب دائما همیشه دنبال حقشه، یعنی حقش میخواد. ولی همین انتقام شد بر علیه حکومت عراق. صدام از بین رفت، یعنی حکومتش و همه که دورش بودن و اونا که معروف شکنجه میدن فلان، اینا همشون به درک رفتن، یعنی همشون کشته شدن. بیشترشون، حالا بگی که خیلی کم ازشون مونده، ولی بیشترشون کشته شدن. یعنی به قول معروف عقوبت خودشون دیدن که مردم اذیت میکردن چجوری شدن. هر حادثه‌ای که تأثیر روانی داره مثل تأثیر بدنی نیست. برابر اینکه اگر تأثیر بدنی هم باشه، خب وقتی من کمرم در میکنه خب یادش میاد. برای اینکه بعد مثلا دوستان اینجا میپرسن ها مثلا کمرم در میگفتم آره اون یادگاری صدامه، اینو میگم. ولی دیگه به دقت اینه که بهش نگاه کنم فلان نه، چون که صدام هم رفت و همه چی تقریبا، ولی یادگاری مثل الان که بشینیم صحبت کنیم که برای دیگران تکرار نشه، نه این هرگز فراموش نمیشه. یعنی باید بگیم به دیگران این هست.